اما وضعمون خیلی خرابه. گفتن اینا. من اصلا از اون جدا کنم، من خیلی وضعم بدتره. راهکار چیه که هم شما هم ما یه سودی بکنیم؟ راهکار داره، تا ببینم کی کننده است. هرچی باشه هست. میگم بهت. خوشبختی 30 میلیارد پول ما. سلام مچین نه مسئله بیار جلو صورت بابا اگه اومد دستم سریع باش. شما دیگه دارین شورشو در میاری. عروسی تو این وضع همون که گفتم زنم دوست لباس عروسی بپوشه، شما مادش عروسی بگیرید و الا اصلا خبری نیست. وقت جواناش عروسی نمیگیرن. وقت شما دوتا الان دوتا چی؟ با دوتا چی انتر؟ آخه با کدوم پول؟ اسپانسر چی همون؟ خدا ازت نگذره سیاوش. بسازن نه شما تا شوهر منو سکته ندین، خاکش نکنین، ولکنیستین. همون که گفتم. سرم چقدر گران شده. دست نمیزنه. فهمیدین؟ این الان فشار روشه. کی فشار روشه؟ من مغز من خوردی. بس دیگه. عزیز من، پسر من، مادر من، بابا برو کنار، دارم حرف میزنم. اون بنده خدا چند روز بیشتر زنده نیست. بذار به آرزوش برسه، بذار به مراد دلش برسه. گناه داره، مریضه کجاش مریضه؟ این کجاش مریضه؟ به خدا فکر میکنم همه اینا نفسه تو رو بگیره. روزی 3 بار ستایی با هم میریم دستشویی، ستایی هم برمیگردیم. یعنی چی؟ یعنی چیه؟ مثلا فکر نمیکردم همچین آدمی باشه. بعید نیست به خاک تو سرت کنم با این حرف زدنه. دیگه نبینم اینجوری داد و بیداد را بندازی ها. بعد وقتی اون بمیره میدونی ما چیکار باید بکنی؟ همش نیست. فندک بده! ندارم. فندک بده! ندارم. فندک دارم. باری کنم پسر رو. دیدی گفتم این سیگار میکشه؟ دیدی؟ دست آقا برش کن بکن برو خانه این چلمن شده بیا برش کن بیا بگی جانش کنم برش کن من بابای برزر اضافه میکنم من سکته میکنم بیفته دست پای اونجا شما بیا چه برداری؟ این مرد خود آتیش بزن باید پیرو مرد چیکار کنی؟ میگه جرأت ندارم خودم آتیش بزنم. نه اگه جرأت داری واقعا همین الان میریز رو خودت یه کبیر بزن خودت آتیش بزن. خودم آتیش میزنم ببینم. من اصلا متوجه منظورتون نشدم. خب ببینید منظور من اگه متوجه شدی خواهش میکنم بلند شو زر بکن تو
آره بله. خب به ردیسی خود سر یه لحظه آقا تشریف میاد بیرون ما با همین صحبت رو خواهش میکنم یه مسئله خصوصی خدمت شما بگم یه لحظه تشریف میاد خواهش میکنم معذرت میخوام ببخشید هر وقت بستی تو بس حالا من خیلی خرابه با فیل کن تو رو خدا بلاته دیگه مثل پسرش عقل شوره درست درمانی نداره چه اینجا به هم دیگه؟ به تو چه؟ بگور گمشم چی فکر میکنم؟ فکر میکنم دنسا اومدی من از خواب بیدار کردی اختلاف طبقاتیتو بکنی تو حلقه نه عزیزم اشتباه فکر میکنی. من ده قرعه کشی هموطن خوشبخت خدمت رسیدم. ایشون تو قرعه کشی جایزه هموطن خوشبخت ما شرکت کردن. قرعه کشید؟ بله. گیری کن شاید چیزی گیرت بیاد سک آقا یعقوب اینا از بین خوبان تو را برگزیدن مبارکت باشه خدا رو شکر استاد عزیزم ببخشید من یه سوالی داشتم خدمتتون این پولی که میخوایم بهمون بدین شبا میکنین یا نقدن